حضرت بلال اذان داد، فریاد زد حی علی الصلاة حی علی الفلاح. حبیب خدا در این جایگاه خواب بیقرار شدند، اذان شنیدند. حبیبی که بار هم نماز بی جماعت نخواندند، 5 وقت در مسجد نمازی با جماعت میخواندند. بازم این نمازهای جداگانه داشتند و 5 وقت نماز سیر نمی شدند. این حبیب خدا وقتی که از پا ماند، گوش او را رسید بانگ نماز، گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آ. حضرت علی که در خدمت حبیب خدا که قائم بودند، به حضرت علی خطاب کرد. علی گفت مرا بردار، مرا بردار که از داخل مسجد مؤذن فریاد دارد که بیاید به سوی نماز بیاید، بیاید که در این نماز نجات است. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت علی خدمتگار رسول اکرم، داماد این حبیب خدا، رسول اکرم را آب طهارت دادند. حضرت طهارت کردند، در پشت خود بار کردند. در روایت ها می آید که 3 بار حضرت علی او را آب طهارت می داد، در پشت بار میکرد. حضرت حبیب خدا که بدنش خیلی ضعیف شده بود و خیلی بیماری وزنی که فرا گرفته بود، نصف را که میرفت میگفت علی پس کرد که من طهارتم شکست. حضرت پس میگشتند، باز می آمدند 3 بار میگوید حضرت طهارت دادند، 3 بار آب طهارت گرفتند. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی، از ضعیفی به عرض می سودی. حضرت میگوید وقتی که برداشتن حبیب خدا گفتن در بعض روایت که ای علی مرا آنقدر بردار که پایهای من در زمین شکیده رود، تا که آثار قدم من در نزد پروردگار ثواب دارد. هر کدام شما وقتی که از خانه قدم زنان میآیید، در هر یک آثار، در هر یک قدمی که داشته شما، خداوند برای شما مغفرت گناه وعده کردگی است. این حدیث های صحیح پیغمبری خدا. حضرت گفتند که مرا آنقدر بردار که پشت های پای من در زمین شکیده رود. اون زمان ها این گونه رسته های تازه و آباد نبود، اون زمان ها قمزار بود، اون زمان از خس و خاشاک خالی نبود. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. از گرمی زمین میگوید صوفی اللیار که پشت پای حضرت سخته با چنین مهنت و مشقت و درد و جماعت ادای طاعت کرد. با این قدر مشقت، با این قدر کلفت، حبیب خدا در بالای بستر خواب نکردند، بلکه جایگاه را ترک کردند. آمدن قوت ایستادن نداشتند، گفتند که ابوبکر صدیق پیش در آید. ابوبکر صدیق پیش در آمدند و حبیب خدا از پس او نماز خواندند.